تقریبا از حدود بیشتر از 11 سال میشه که شرکت افغان سوناتا می بخش موتورسیکل و رکشا و اینا را از کشور هندوستان اینا وارد کشور میکنن. افغان سوناتا که هستن نماینده انحصاری است و همی قرارداد داره که با کشور هندوستان داره. همی رکشایی را که اینا از اونجا میارن منتاج شده خود افغانستان هستن. یکی دوم ای که اینمی رکشاهای ما که هست، این رکشا به خود کشور افغانستان ساخته شده. طبعا رکشا مثلا کمپانی موتر هم هست، به هر کشورها فرق میکنه. این به افغانستان ساخته شده به سرک های خامه است. مثلا ما شما سرک خامه داریم، تیل صحیح نداریم، اگر گاز از گاز صحیح ما نداریم، بنابراین مقاومت و انجن و همه چیزش کیفیتش نسبت به دیگرها زیادتر است. شرکت های دیگه هم هستن که اونا از دیگه جای مال خود وارد میکنن، بنابراین تفاوت های دیگه طبعا به اونا داره. امروز برای شما یک معرفی میگیرم که رکشا چه رقم میاد، چه رقم بسته میشه، چی داره، بیاین بفرمایید. ما اول ماشین از زیر برای شما در معرفی میگیرم. دیگه اینجا شما بفرمایید، اینجا ماشین نشان است. 200 سی سی ماشین داره، دو وال است، دو پلک است، دیگه اکسل هم داره، کرومیل هم داره، دیگه 9 لیتر تیل میخوره، تانکی است. این کلاه کاربیترش است، این سیستم برقش است، دیگه لیتر هم داره، سرطان موبلاین است. دیگه دو دانه بله مصرف از این دیگه بسیار کم است. در یک لیتر تیل در 20 کیلومتر میخوره. چقدر تفاوت؟ بسیار فرق میکنه. موتر دیگه در یک روز 300 تیل میخوره. 300 تیل میخوره. بله. قیمت 0 کیلومتر رکشا فعلا به 2700 است در بازار کابل و ما باز سیستم کشت را هم داریم که اگر کسر پولشان نیمه است هم ما برشان میتونیم رکشا بدیم که به ما به اقساط اونا را بگیرن، تحویل ما بکنن و از رکشا استفاده بکنن. برعکس هم همراه رکشا کار میکنن، دوباره پول ما را به صورت اقساط بر ما پرداخت میکنن. شرکت افغان سوناتا چندین نمایندگی های در خود شهر کابل هم دارن. نماینده های خود ماست، اونا فروشات را خود میکنن و زیر اثر تمام میگیشن با زیر اثر دفتر مرکزی میباشه. خدمات پس فروش به هموطنان خود به مدت 2 سال خدمات پس فروش داریم که اگر در جریان 2 سال مثلا رکشا از اونا کدام نقص نواقص پیدا میکنه، توسط انجینرهای خود شرکت دوباره بر از اونا مراجعه میکنن به شرکت، توسط اونا ترمیم میشه و پس در اختیار از اونا قرار میگیره. با همچنان ما مکمل یک ورکشاپی هست شرکت افغان سوناتا هم به حساب جور کرده که توسط از اونجا ما رکشا را مثلا میارن اونجا ترمیم میشه. اگر در گاز بخواهید در گازیش هم علایده هم است، تیلیش هم علایده. در کابل هم گازیش به حال فعلا رواج است، هم چیزش تیلی. بسته بندیش حال اینجا میایه دیگه، این شیشهش واز می باشه، این کورایش واز می باشه، اندلش واز می باشه، دیگه تایرایش واز می باشه، این چارچوکاتش واز می باشه، دیگه اینجا بیتری داره و سامانا داره، طول سامان داره. دیگه اینجا بیتریشان از 40 امپیر بیتری داره، کلان بیتری داره، دیگه تایرش تبنیش است اینجا. بسیار چیزا داره. این هم یک طولک سامان است که یگان جای پنچر گپا میشه، خود دریور میتونه که بازش کنه، دیگه بسته کنه، خودش تایر تبدیل کنه. مرکزیت خود شرکت افغان سوناتا در ولایت هرات است، در جاده بیزاد مقابل افغان یونایتد بانک، اونجا دفتر شرکت است و خود به حساب می فابریکه ما که است در شهرک صنعتی ولایت هرات است، پارکای صنعتی که اونجا تولیدات صنعت کارای ما همگیش اونجا در اختیار دارن و حدود 20,000 متر مربع
زمین را شخصا زمین شخصی خود شرکت افغان صنعت است که در اختیار اینمی تولید و مونتاژ و بسته‌بندی رکشا قرار داده که 8000 متر مربع زمین را اون ما خط مونتاژ و بسته‌بندی داریم که یعنی یک رکشایی که میایه در خط مونتاژ و بسته‌بندی توسط یک خطی است که انجینرها و انگرای ما هستند که انجینرها در اونجا به کار خود شروع میکنن، پرزایات رکشا اونجا آماده میشه، دوباره از به آخر خط که میرسه یک رکشا تکمیل از اونجا خارج میشه. پیام ما هستند به کسایی که ویدیو رو میبینن، رکشا راناکی هستند،